نام من مونجو است. 30 ساله هستم و از ایالت فوجینس چین هستم. من از چین بر یونان و انگلیس سفر کردم. پیش از این دینی نداشتم. جدیداً با آمدن به دبی مسلمان شدم. پس پیش از که مسلمان نبودم و هنوز فکر میکردم که چیزای دیگه نیز وجود داره. چیزای دیگه. من با دین، فلسفه و ای که درباره هدف زندگی تحقیق کنم، ای که دنیا چه قسم خلق شده بسیار علاقه داشتم. پس من از مسلمان ها درباره دینشان و درباره فلسفه زندگیشان سوال میکردم و اونا کاملا برایم توضیح میدادن. این برایم امتیاز خوب بوده که درباره دین اسلام بعضی چیزا را یاد گرفتم. من کلمات استاد لای را همراه خود تکرار میکردم. راستش من تصمیم نداشتم که دین اسلام را بپذیرم. من در اینجا آمده بودم تا زندگی خدا بسازم، اما مشکلات دامنگیرم بود که درک کردن نمیتونستم. اما در نهایت تانستم که مشکلات خدا بشناسم، به خاطر که تمام اهداف زندگی در اینجا کاملا واضح و دقیق است. تمام مشکلات به افکارم تعلق داشت. من حتی به خود کمک کردن نمیتونستم و فهمیدم حکمتی در پشت مشکلاتی که برای من وجود داره. پس به مرور زمان حس کردم که من آماده هستم تا یک مسلمان شوم. آماده بودم. پیش از اینکه مثبت فکر کردن و روبرو شدن با حقایق برایم نگران کننده بود. امی دلایل برای مشکل ساز شده بودن، اما حال فرق میکنه به خاطر که به عدالت نهایی و به بهشت باور دارم و میفهمم یا وجود داره. خود را مورد دستبرد قرار ندهید. شما با راهنماهای اسلام خود را حفظ کرده می توانید. شما با حجاب خود از خود محافظت می توانید، چون این یک نشانه از حیا است. در رمضان روزه بگیرید. هر کاری که برایتان مشکل باشه خداوند به شما کمک میکنه تا آسان شود.